من واژه خورشید، طعم ارمنستان نازنینم را دوست می‌دارم. آسمان تیره و آب‌های شفاف و دریاچه نورانیمان را دوست می‌دارم. دیوارهای سیاه کلبه‌های مهمان ندیده گم در تاریکی و سنگ‌های هزاران ساله شهرهای کهن را دوست می‌دارم. میگن که هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. نه زمان به عقب برمیگرده، نه همون اتفاقا و آدم‌ها دوباره کنارم قرار میگیرن. برای ما که همکار بودیم و دوست، این شروع یه سفر خوب بود و ما راه افتادیم. از دونای میده یک جانی چستزه زرماتلز اینچ وربانرز دو خسومو که دیتاگ میست بندو زراتلز میکدار سرز دو گوزره میکدار سر نماغازه میکدار سر. خانم وارسنیک ملکونیان از دوستان ارمنی ماست. ساکن شهر یروان و عاشق تاریخ و ادبیات ایران. تو رشته ایران شناسی دانشگاه ایروان دانشجوه. به خاطر همین شاید بهترین کسی بود که میتونست تو این سفر راهنمای ما باشه. وارسنیک هممون رو جمع کرد تا جاهای مختلف یروان رو نشونمون بده. قدرتمندترین پادشاه اورارتو آرگیشتی اول در قرن 8 قبل از میلاد به جای یروان امروز کاخ نظامی تأسیس کرد به خاطر یکی از پیروزی‌هاش. وارسنیک به ما گفت که بر اساس کاخ نظامی اربونی شهر یروان تدریجاً به وجود اومده. تلفظ اربونی هم تدریجاً عوض شده. اربونی شد اروونی، اروان و یروان. اسم این شهر به معنی پیروزیه. ما اینجا فقط باید عکس بگیریم. ما واقعا نیم ساعت عقب هستیم از برنامه چون یه خورده دیر راه افتادیم. بعد از جنگ جهانی دوم به افتخار پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازی در تمام جمهوری‌های شوروی سابق پارکی به نام پیروزی ساخته شد. این مجسمه نماد اینه که اگه یه روزی تو ارمنستان جنگ بشه و هیچ سربازی وجود نداشته باشه، مادرای ارمنی هستن که از کشورشون دفاع کنن. Татарская канатная дорога является самой длинной в своем классе, в классе реверсивной. آقای هایک ملکونیان به من گفت این تلکابین یکی از تلکابین‌های استثنایی دنیاست که بدون توقف این مسیر طولانی رو میره و تو کتاب گینس ثبت شده. 5752 متر طول این تلکابینه. در سال 2010 میلادی ساخته شده و هدف از ساخت اون پیشرفت روستاهای اطرافشه. ما الان توی یک منطقه کوهستانی هستیم که با تلکابین رسیدیم اینجا و الان به همراه آقای ملکونیان داریم میریم به سمت کلیسای منستری. and three churches. Church of Holy God Mother,
constructed in 11th century. The next one is St. Peter and Paul Church, constructed in 10th century. And the latest one, the earliest one is St. Gregorio Illuminator Church, which is constructed in 9th century. Previously, this monastery was constructed much earlier, and the name Tatev came from, in Armenian, Tatev means give me a wings. It's from legend. According to legend, the master who built this monastery was imprisoned in the walls of that monastery, and he came to the edge of the canyon and asked the god, give me a wings, Tat Astvat Tatever, and throw himself to the gorge. God gave him the wings and he flew away, and the name came to a monastery. تو ارمنستان برای همه چیز یه قصه‌ای هست. از مکان‌ها و بناهای تاریخی گرفته تا مجسمه‌های سنگی که زیاد تو ارمنستان می‌دیدیم. بارسنیک میگفت همه اینا تجسمی‌اند از انبوه قصه‌ها و افسانه‌های این سرزمین. از راز تک تک اینا برامون گفت و از قدمتشون که همسن افسانه‌های ارامنه بود. ارمنستان چون کشور سنگ‌ها حساب میشه، ما از قرون وسطا تا حالا، از قرن 5 میلادی، از قرن 4 میلادی حتی تا حالا روی سنگ صلیب درست میکنیم. این به خاطر مناسبت‌های مختلف میساختند، به خاطر سالگرد یه مناسبت، به خاطر پیروزی، به خاطر شکست. حتی امروز تو ارمنستان 50,000 تا سنگ صلیب پیدا شد که هیچ کدومش شبیه دیگه نیست. یعنی یه اندازه هاشون فرق داره، یه نقشهشون فرق داره، مثل آدم ها که اگرچه همه دو چشمی بینی دارن شبیه هم دیگه نیستن. سر میز غذای ارمنیایی که میشینی دیگه حتی یه ذره هم احساس غربت نداری. اینجا همه چیز آشناست. فضاها، رنگا، بوها، حتی خود خوراکی‌ها. انگار همه چیز تو ارمنستان یه جورایی با سنگ‌ها ارتباط دارن. وقتی از دور به منطقه تاریخی کاراهونج نزدیک می شدیم، سنگ‌هایی رو می دیدم که شبیه به سربازایی بودن که توی ردیف ایستاده بودن. انگار که وظیفه محافظت از ارمنستان رو به عهده داشتن. من دوست دارم شما بدونید که ما منطقه‌ای که الان تشریف داریم با شما اسمش به ارمنی میشه کاراهونج یا زورات کارر، که کاراهونج یعنی سنگ‌ها که صحبت می‌کنند، یعنی سنگ‌ها که چیزی تعریف می‌کنند. همون ستونهنج باز هم شبیه به اینجا، چون ستون هم میدونید در انگلیسی معنیش سنگه، کار هم در زبان ارمنی معنیش سنگه. منتها البته ستونهنج جوان‌تر از اینجا. برای اینکه به ستاره ها نگاه کنند یا به خورشید یا به چیزهای آسمونی مختلف این سنگ ها حفری شدند، این دیگه از طرف خیلی دانشمندان ارمنستان تاکید شده. اولین بار سال 1984 میلادی یه دانشمند ارمنی که اسمش اونیک خنگیکیان، ایشون نظر به وجود آوردند که اینجا یه جایی هست که به رصدخانه شبیه، و بعد از اون دیگه این تحقیقات ها ادامه داشتند و امیدوار هستیم که در آینده بالاخره معمای کاراهونج یا زورات کارر را ما بتونیم حل کنیم. ارمنستان که یک کشور بزرگ بود، بعد از نبرد چالدران ایران صفویان و ترکیه عثمانی به دو دسته تقسیم می کنند. نصف می کنند خاک تاریخی ارمنستان را، یعنی قسمت غربی ارمنستان جزء ترکیه عثمانی میشه که تقریبا 2/3 خاک تاریخی ارمنستان بود. بعد از اون به این دو تا قسمت های ارمنستان دیگه اسمای جداگانه میدن. الان ما باید متوجه بشیم علتش چی بود که
ارمنی ها زیر سلطه ترکیه عثمانی زندگی میکنند سالها و بالاخره 100 سال پیش 1915 میلادی نسل یه افسانه‌ای وجود داره که وقتی خدا گل‌ها رو میآفریده و به همه اسم میداده، یک گل خیلی کوچیک وحشی بین چمن‌ها پنهان شده بود. خدا فراموش میکنه اسمی به این گل کوچیک بده. وقتی که دیگه فکر میکنه کار تموم شده و به همه اسم داده، این گل میگه به من اسم ندادی و خدا میگه پس اسم تو میشه فراموش نکن، چون من فراموش کردم بهت اسم بدم. امسال به خاطر 100مین سالگرد قتل عام ارامنه این گل انتخاب شده. این گل 5 تا گلبرگ داره که سمبل 5 تا قاره دنیاست که ارامنه بعد از قتل عام پراکنده شدن. به هر جا که باشم من آوازهای محزونمان را از یاد نخواهم برد. کتابهای حروف آهنین دعا گشته من را زیاد نخواهم برد. هرچند که زخمهای خونبار ما قلب من را تیز بشکافند، من باز یار بیکس و خونینم ارمنستان را دوست می‌دارم. یادبود نسل کشی ارامنه زمان شوروی تأسیس شد توی یرevان و یادبود دسته قسمت تشکیل میشه که قسمت اصلی یادبود همین قسمته که 12 تا دیوارهای خم شده که به عنوان احترام خم شدند به خاطر این 1.5 میلیون شهدای ارمنی به طرف آتش جاودانی. یه قسمت دیگه ای داره یادبود که ما از بیرون دیدیم، یه برج بزرگه که در واقع از 2 تا قسمت تشکیل میشه. قسمت‌های شرقی و غربی ارمنستان سمبل این 2 تا برج‌های کوچک و بزرگ هستند که از دور یکی به نظر میاد و به جز این مثل یه گیاهی است که تازه داره به دنیا میاد که پیشرفت کشور ما را نشون میده، چون ما به هر حال امید داریم به آینده خوب ارمنستان. انار میوه سمبولیک ارمنستانه. ارمنی‌ها معتقدند که 365 دونه انار به تعداد روزهای ساله و اگر این میوه عمودی و درست نصف بشه، پوست سفید بین دونه‌های قرمز صلیب مانند دیده میشه. به همین دلیل میوه مسیحیت محسوب میشه. یکی از معروف‌ترین فیلم‌های پاراجانوف، فیلم رنگ انار درباره آهنگساز معروف ارمنی سایات نوواست. کیارستمی اینجا تشریف داشتن، دریوش مهرجویی از فیلمسازان ایران منظورمه، اما کلا ایرانی ها زیاد اومدن. ما به موزه پاراجانوف اومدیم و دوست آقای پاراجانوف به ما گفت کارهای پاراجانوف مجموعه های از اشیای عتیقه و آیین‌های قومی نیستن. خود پاراجانوف گفته که نگاهش به هنر فولکلور نگاه قوم نگارانه نیست. چیزی که پاراجانوف به اون علاقه داره بازسازی دقیق این آیین‌ها نیست، بلکه بیان روح تراژیک زندگیه. هنر فولکلور هنر بدوی است، خام و بکر است. راحت عناصر گوناگون را کنار هم میچیند. فیلم‌های پاراجانوف هم همینطورن. نوعی بدویت و راحتی کودکانه در آنهاست و کودکانه همان بدوی است و هنر فولکلور هنر کودکی آدمی است. پس اینجا اکثرا کولاژ ها میبینیم که کولاژ معنیش چسبونده، چون اینجا چیزهای مختلف با هم چسبونده که اینها به وجود اومدن. اولین کار که دوستم توجه کنیم، پاراجانوف به خاطر پدرش درست کرد که کهنه فروش بود و واقعا زندگی سختی داشت، چون پدر پاراجانوف هم آزاد فکر بود.
اینجا سختی های پدرش را نشون داد میشه گفت، چون کفشای چوبی هستن که با کفشای چوبی خیلی سخت جلو رفتن، پای آدم درد میکنه. تاج خاری عیسی مسیح بالای سر پدرش که سمبل زحمت و شکنجهه و چون انور سمبل سال، این دو تا انور اشاره میکنند که از اول زندگی تا آخر زندگی پدرش اینطور زحمت میکشید به خاطر یه لقمه نان. یکی از چیزهایی که بعد از فروپاشی شوروی در ارمنستان تغییر زیادی کرده عکاسیه. عکاسان مستند اجتماعی فرصت پیدا کردن فعالیت آزاد داشته باشن و فقط محدود به فضای تبلیغاتی و سیاسی نباشن. մենք բացեցինք այս կենտրոնը անցած տարի եւ մենք փորձում ենք ստե հավաքենք լուսանկարչական գրքեր եւ փորձում ենք դառնա գրադարան մենք ստե անում ենք ցուցահանդեսներ միայն ֆոտո ցուցահանդեսներ եւ հավաքում ենք ֆոտո գրքեր մարդիկ կարող են անվճար գան ստեղ եւ գրքեր նայեն. کارن میرزویان یکی از عکاسان موفق ارمنیه که این کافه گالری عکاسی رو مدیریت میکنه. همزمان با حضور ما در کافه گالری نمایشگاه عکسی از عکاسان معروف دنیا با موضوع نسل‌کشی و جنگ برگزار شده بود. در بین کتاب‌هایی که کارن میرزویان جمع‌آوری کرده بود، کتاب‌هایی در ارتباط با جنگ ایران و عراق دیدم. کارن میرزویان به ما گفت تعداد کتاب‌های با ارزشی که از ایران به کتابخانه این گالری اهدا شده حدود 20 جلد است. من خودم عاشق حافظ هستم، از کلاسیکا عاشق خیام شما هستم و عاشق سهراب سپهری هستم از معاصرها، چون شعرهاشون البته به ارمنی هم ترجمه شده. مثلا امروز شما تو ارمنستان کسی را پیدا نمی کنید که شاهنامه اطلاعات نداشته باشه. حتی 1000مین سالگرد شاهنامه را تو ارمنستان جشن گرفتند اول قرن 20. وارسنیک گفت به خاطر پیشینه تاریخی و مشابهت فرهنگی ارامنه علاقه خاصی به ادبیات و فرهنگ ایران دارند. از حافظ و خیام و سهراب سپهری گفت و منو با شاعر بزرگ ارمنی یقیش چارنس آشنا کرد. دلبستگی چارنس به ایران در کتاب اشعارش هم دیده میشه. یه یادگاری عزیز که وارسنیک به من هدیه داد. من تصمیم داشتم که هر کی فرهنگ و هنر رو اینجور آدما میاند یه جایی بذارم که خودشون بنویسن. اینجا رو تصمیم گرفته بودیم نگه داریم. بعد دیگه هر کی اومد هر چی خواست هر کی نوشت. ولی اینجا مثلا داریم این سر لیکسر آرام قارابگیانه که فوت شد پارسال، ارمنی ایران. رازمیک آرزویی، صاحب رستوران داراباند که خیلی اتفاقی باش ملاقات کردیم. کسی بود که خیلی از ارمنی‌ها با صداش خاطره دارن. متولد مشت سلیمانم، بزرگ شده تبریز، خدمتم اصفهان کردم، سپاه دانش بودم اون موقع، بعد آلمان درس خوندم، برگشتم دوباره تهران، از تهرانم اومدم ارمنستان. 21 سال ارمنستانم، 8 سال اینو دارم. ایران آخرین دفعه 17 سال پیش بودم. اینجوری بزرگ شدیم ما ایران یه جای دیگه است برای ما. اونجا یه چیز به خصوصی در ایران. همیشه میگن مثلا وطنت کجاست؟ میگیم ما متولد ایران هستیم ولی ارمنیم دیگه، یه روز باید بریم اونجا یعنی یه کاری بکنیم. Դեկտեմբերի պայծառափայլերի գում երկնքին տակ ադամանդի նման ցուրտ ուղեկորուս հովը կանցնի մայրում վճիտ լույսերն աստղերում արյուն կուլան սառույցին վրա լաջակին հոգիս կարճած մտածում իմը համար կսպասեք գոց պատուհանին ետև լուր فاصله کمرنگ میشه وقتی خوب نگاه میکنی.
همون رنگ‌ها، بوها، آواها، همون زندگی. چقدر نزدیک بود ارمنستان.